بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدای بخشنده و مهربان. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان و همراهان عزیز. آمدیم که مجموعه درس های انگلیسی خدمت شما ارائه نمایم و در این بخش میخواهم لغات ابتدایی بخش انگلیسی را برای کسایی که اولا میخواه انگلیسی یاد بگیره یا انگلیسیشان ابتدایی از این درس ها میتونه استفاده کنم. و در این اولین درس زیر با هم رفته مرور میکنیم و اینجا هم نزدیک به 18 دانه درس است که هر کدام از رو در یک ویدیو جداگانه خدمت شما ارائه میکنم. خب در درس اول تعداد کلمات 31 دانه کلمه هستند که اینا رو با هم رفته میخوانیم و مرور میکنیم. های به معنی سلام. های گایز، سلام بچه ها. Hi, how are you doing? سلام، حالت چطور است؟ And aren't you going to say hi to him? نمیخوایی به او سلام کنی؟ I just dropped by to say hi. فقط آمدم سلام کنم. خب این لغت اولش بود. Bye. لغت دوم bye به معنی خداحافظی. Are you going? Bye now. داری میروی، خدا نگهدار. Bye. We'll see you soon. خدا حافظ. ما به زودی شما را میبینیم. Hello. خب سومین لغتش hello است. hello به معنای سلام. Hello Paul. I haven't seen you for a while. سلام پال، مدتی است که ندیدمت. I just thought I stop by and say hello. با خودم فکر کردم یک سر بیام و سلامی بکنم. خب دیگهش گفته to say hello to someone for someone. از طرف کسی به کسی سلام کردن، سلام کسی رو به کسی رساندن. say hello to Liz for me. از طرف من به لیز سلام کن. Goodbye. goodbye به معنای خدا حافظ، خدا نگهدار. goodbye مارکوس. see you next week. خدا حافظ مارکوس، هفته آینده میبینمت. See you later. see you later بعداً میبینمت. Good evening. good evening عصر بخیر. good evening everyone. عصر همگی بخیر. Good morning. good morning صبح بخیر. good morning Joe. how are you today? صبح بخیر جو، امروز حالت چطور است؟ Good night. good night شب بخیر، معمولا قبل از خواب شب خوش. good night everyone. I am off to bed. شب همگی بخیر، من دارم میروم بخوابم. Good afternoon. good afternoon بعد از ظهر بخیر یا ظهر بخیر. good afternoon کارا، ظهر بخیر کارا. Name. name نام. hi what's your name? my name is Dion. سلام، نام تو چیست؟ نام من دایان است. do you know the name of the flower? آیا اسم این گل را میدانی؟ first name و last name اسم کوچک و نام خانوادگی. what's your first and last name? اسم کوچک و نام خانوادگی تان چیست؟ full name نام کامل. please write your full name and address on the form. لطفاً نام کامل و نشانی خود را روی فرم بنویسید. Come from. come from اهل جایی بودن، متعلق به جایی یا کسی بودن. where do you come from? تو اهل کجایی. to come from somebody متعلق به کسی بودن. does the quote come from Shakespeare? آیا این نقل قول متعلق به شکسپیر است؟ to come from a country or city اهل کشور یا شهر بودن. she comes from Italy او اهل ایتالیا است. خب حالات فعلش هم گفته حالات گذشته come from، حالت گذشته کامل come from. First name. first name اسم کوچک. what's your first name؟
اسم کوچک چیست. To call someone by one's first name. کسی رو به اسم کوچک صدا زدن. Don't call me by my first name. مرا با اسم کوچکم صدا نکن. Last name. Last name نام خانوادگی یا نام فامیل. Her first name is Sarah but I don't know her last name. نام کوچک او ساراست اما من نام خانوادگی او را نمیدانم. I forgot her last name. نام خانوادگی او را فراموش کردم. What's his last name? نام خانوادگی او چیست؟ Nationality. Nationality ملیت. At the international school they have pupils of 46 different nationalities. در مدرسه بین‌المللی آنها دانش آموزان از 46 ملیتی دارند. She is of French nationality. او از ملیت فرانسوی است یا ملیت فرانسوی دارد. What nationality are you? ملیت تو چی است؟ Age. Age به معنی سن. Years of age ساله. Children from 5 to 10 years of age are not allowed to be here. بچه های 5 تا 10 سال اجازه بودن در اینجا را ندارد. She was 74 years of age when she wrote her first novel. او 74 ساله بود وقتی که اولین رمانش را نوشت. At the age of در سن. He left home at the age of 16. او در سن 16 سالگی خانه را ترک کرد. Address. آدرس نشانی آدرس. Please tell me your address. لطفاً نشانیت را به من بگو. What's your name and address? اسم و نشانیتان چیست؟ Homework, web, email, address. Do you have their web address? آیا نشانی اینترنتی آنها را داری؟ This is my new email address. این نشانی ایمیل جدیدم است. Change of address. تغییر آدرس. Please note my change of address. لطفاً به تغییر آدرس من توجه کنید. Life. Life به معنی زندگی حیات. Life's too short to worry about money. زندگی بیش از حد کوتاست که نگران پول باشی. Unfortunately, accidents are part of life. متاسفانه سوانح بخشی از زندگی است. سوانح به معنی حادثه ها. To want something out of life. از زندگی چیزی خواستن. He doesn't know what he really wants out of life. او نمیداند که واقعا چه چیزی از زندگی میخواهد. To lose, risk, save on life. زندگی خود را از دست دادن، به خطر انداختن، نجات دادن. He lost his life on the Great War. او زندگیش را در جنگ بزرگ از دست داد. He risked his life to save his daughter from the fire. او زندگیش را به خطر انداخت تا جان دخترش را نجات دهد. او زندگیش را برای نجات جان دخترش از آتش به خطر انداخت. ترجمه اینجا فرق داره. The operation saved her life. جراحی زندگیش را نجات داد. Job. جاب به معنی شغل، کار. To take a job مشغول به کار شدن. She took a job as a waitress. او به عنوان پیشخدمت مشغول به کار شد. To lose a job شغل خود را از دست دادن. His brother just lost his job. برادرش به تازگی شغلش را از دست داد. Hundreds of workers could lose their job. صدها کارگر ممکن است کارشان را از دست بدهند. Teacher. Teacher معلم، آموزگار، مدرس. I love my teacher too. من هم معلمم را دوست دارم. A history, science, English teacher. تاریخ معلم، تاریخ علوم، زبان انگلیسی و غیره. Our English teacher is not strict. معلم
زبان انگلیسی مسخر نیست. Student. Student دانش آموز دانشجو. He was a student at the University of Chicago. او دانشجوی دانشگاه شیکاگو بود. Medical Science Law Student دانشجوی پزشکی علوم حقوق. A student grant or loan کمک هزینه یا وام دانشجویی. Doctor. دکتر پزشک دکتر. Good morning دکتر اسمیت. صبح بخیر دکتر اسمیت. دکتر فیلسوفی دکترای فلسفه. A doctor prescribes something دکتر چیزی را تجویز میکند. My doctor prescribed a course of antibiotic دکتر یک دوره انتیبیوتیک برای من تجویز کرد. Waiter. ویتر پیشخدمت آقا یا گارسون. The waiter brought our drinks پیشخدمت نوشیدنی های ما را آورد. Waiter Could you bring me some water? گارسون میتونی برای من آب بیاری؟ To ask the waiter for the bill صورت حساب را از پیشخدمت خواستن. I will ask the waiters for the bill من از پیشخدمت میخواهم صورت حساب را بیاورد. Waitress. Waitress پیشخدمت خانم. She's working as a waitress at the moment او در حال حاضر به عنوان پیشخدمت کار میکند. I من ضمیری اول شخص مفرد. Did I tell you about my vacation? آیا من در مورد تعطیلاتم به تو چیزی گفتم؟ I love you من تو رو دوست دارم. I'd like someone coffee من مقدار قهوه میخواهم. You یعنی شما ضمیر دوم شخص فاعلی مفرد و جمع. Are you ready? شما حاضر هستید. You are a bad sister تو خواهر بدی هستی. You look nice today تو امروز زیبا به نظر میرسی. He ضمیر سوم شخص مفرد به معنای او مرد میشه. Don't be scared. He is a very friendly dog. نترس او سگ بسیار مهربان است. He is my son. او پسرم است. He was with me last night. او دیشب با من بود. You can ask Andra. He may know. من تونی از آندرا بپرس. میتوانی از آندرا بپرسی او احتمالاً میداند. She ضمیر سوم شخص مفرد مؤنث به معنای او زن. Doesn't she look like you? آیا او شبیه سو نیست؟ I asked my mother if she'd lend me some money but she said no. از مادرم پرسیدم که امکان دارد به من مقدار پول قرض بدهد ولی او گفت نه. My sister told me that she was not happy. خواهرم به من گفت که او خوشحال نیست. She is 23 years old. او 23 ساله است. It به معنای آن شی هم ضمیر سوم شخص مفرد است. Where is my pin? You left it by the phone. خودکار من کجاست؟ اون رو کنار تلفن جا گذاشتی. Children who stay away from school do it for different reasons. بچه‌هایی که از مدرسه دور میماند آن را به دلایل مختلف انجام میدهد. I don't want to talk about it. من نمیخواهم در مورد این صحبت کنم. We به معنی ما ضمیر اول شخص جمع است. After dinner we want to go shopping. بعد از شام میخواهیم به خرید برویم. If you don't hurry up we'll be late. اگر عجله نکنی دیر خواهیم رسید. Our greatest glory consists not in never falling but in rising every time we fall. بالاترین افتخار ما در هرگز زمین
خوردن نیست بلکه در بلند شدن ما پس از هر زمین خوردن است. They. دی به معنی اونها. ضمیر سوم شخص جمع است. We are John and Liz. They went for a walk. جان و لیز کجا هستند؟ آنها برای پیاده روی رفتند. They cut my water off. آنها آب من را قطع کردند. They missed their bus and walked to school. آنها از اتوبوسشان جا ماندند، پیاده به مکتب رفتند، به مدرسه رفتند. They now say that red wine is good for you. حالا آنها میگویند که شراب قرمز برای شما مفید است. They sell all different kind of candle. آنها همه جور شمع میفروشد. work یعنی کار، محل کار، شغل. What time do you finish work? تو چه زمان کارت را تمام میکنی؟ To return to work به سر کار برگشتن، دوباره کار را شروع کردن. She is planning to return to work once the children start school. و قصد دارد وقتی بچه ها مدرسه را شروع کنند به سر کار برگردد. Line of work حوزه کاری یا حیطه کاری. What line of work are you in? حیطه شغل شما چیست؟ خب دوستان عزیز، درس اول که 31 لغت بودن را خواندیم، با هم مرور کردیم، یاد گرفتیم. شما هم اگر انگلیسی لغت های ابتدایی رو یاد ندارین حتما این رو ببینین یا چندین بار گوش کنین تا یاد بگیرین، نوشته کنین از روشیم. این از اولین درس ما بود و دیگه اگر مفید بود براتون حتما سابسکرایب، لایک هم یادتون نره. تشکر، وقتتون بخیر تا درس بعدی.